سیاوش پارسال اپلای کرد و سیاوش سال گذشته تو رشته کشاورزی در سیاوش سال گذشته در رشته کشاورزی و علوم خاک از دانشگاه میشیگان استیت یونیورسیتی بورس کامل گرفته. میخوایم ازش بپرسیم که برای مخاطبه با استادا باید چی کار کرد. سیاوش سلام. خب استادا که میخواید پیدا کنید چند تا راه داره. یکی اینکه از طریق مقاله میتونید پیدا کنید استادا. شما یه مقاله هم موضوع با خودتون رفتید پیدا کردید، میرون مقاله رو پیدا میکنید، حالا اون استادی که هست. یکی از چیزایی حالا خوبی که داره، حالا من برای اینجا چون نشون بدم. خب یکی از راه پیدا کردن استاد اینه که شما وقتی که تو گوگل اسکالر که میاد، گوگل اسکالر برای سرچ مقاله است. بعد اینکه تو گوگل اسکالر شما میتونید برای خودتون پروفایل علمی بسازید که تمام مقالاتی که شما حالا کار کردید در طی سالها اونجا بیاد و با همچنین با ارجاعاتی که با اون شده. توی قسمت پروفایل یه قسمت سرچ داره سمت راسته. شما که این سمت راسته که بزنید، توی اینجا شما میتونید با گزینه لیبل، یه گزینه مثلا لیبل رو میزنید، لیبل و 2 نقطه. حالا میتونید اینجا اون زمینه کار خودتون رو بزنید. مثلا زمینه کار من خشکیه، تنش خشکی یا دراوته، من دراوت رو میزنم. این چیکار میکنه؟ این میاد وقتی سرچ میزنم تمام اساتیدی که توی اون پروفایلشون، توی اون صفحه گوگل اسکالرشون در این زمینه کار میکنن رو مشخص میکنه. شما میتونید تمام اساتیدی که حالا بر اساس میزان ارجاعات هم هست، ارجاعات اون تعدادی کسایی که به مقاله اینا سایت دادن یا ارجاع دادن، بر اساس اون از بیشترین ارجاع مرتب میشه. شما میتونید اساتید اون رشته رو ببینید اینجا. خب فرض کنید من میخوام یه استادی از برای مثال این استاد، این رابرت ویلبی رو من برم دنبالش، این به من میخوره و میخوام اینو با این مخاطبه کنم. کاری که میکنم من داخل صفحه این استاده میشم. اکثرشون اینها یه هوم پیج گذاشتن برای خودشون. مثلا این استادا، این رابرت ویلبیه، اینجا برای خودش یه دونه هوم پیج گذاشته که این خودش این مستقیم میره به صفحه اون توی دانشگاه. حالا بعد اگه نرفت، بعضی وقتا نمیره، شما میتونید کاری که میکنید اسم خود استادو سرچ میکنید. سرچ که میکنید این میاد، این همین رابرت ویلبی. این صفحه استاده که حالا مشخص میکنه که ایمیلش چیه، زمینه کاریش چیه و در چه زمینه حالا کار میکنه. کاری که شما باید بکنید برای اینکه این استاد رو به اون حالا به اکسل چیزی اضافه کنید، توی اون اکسلتون باید مشخصات استاد، ایمیلش، زمینه تخصصیش و حالا موارد دیگه مثل اینکه مثلا اون دانشگاهی که هست، اون دانشگاه ددلاینش کیه، چه نمره زبانی میخواد، چه مشخصاتی میخواد، اینا رو همه رو برای خود داخل اکسلی مرتب. یعنی استادی که الان هست معمولا شماره تلفنش هم اونجا هست. آره، معمولا باید اولا که استادا رو استاد رتبه بندی دارن، استادیار، اسیستنت پروفسور یا اسوسییت پروفسور یا حالا پروفسور. بعضی از اینها ممکنه مثلا دانشجو نگیرن، مثلا بعضی از اساتید وابستن از جانک، اینا ممکنه دانشجو نگیرن، یا بعضی لکچرر، شاید بعضی از اینها نتونن دانشجو بگیرن. حتما باید یا اسیستنت پروفسور باشه، اسوسییت یا پروفسور. این چیزی هم که حالا نکته هم که اساتید با اساتید، خب معمولا اساتید جوان‌تر علاقه زیادی دارن به تحقیق و اینا، حالا اونها بیشتر ممکنه دانشجو رو اکسپت کنن. پس شما باید یه بانک اطلاعاتی از اون اساتید پیدا کنید و داخل یه اکسلی که درست میکنید داخل اون بذارید. حالا من اکسلی که من خودم اون موقع درست کردم حالا میارم تا بعد سرچش کنم استفاده کجاست. همین نصبم خیلی مهمه که هر اطلاعاتی پیدا میکنم باید توی فایل اکسل یا ورد داشته باشن که بتونم بعداً بهش رجوع کنم. نظر در مورد دانشگاه میشیگان چیه؟ خب میشیگان استیت دانشگاهی که اولا کشاورزی به صورت علمیش از دانشگاه میشیگان شروع شده. یعنی اون سرفصلی که حالا برای هر رشته هست، مثل رشته کشاورزی، حالا بخش‌های مختلف، آبیاری، ماشین‌آلات و اینا، اون سرفصل‌ها همه از میشیگان اومده. به خاطر اینکه این نکته خوب جالبی که هست، من با یکی از بچه‌هایی که اینجا لیسانس هم بوده حرف زدم. اینا درسایی که ما
پاس کردیم توی لیسانس همینا رو اونا پاس کردن. مثلا ما توی رشته زراعت در لیسانس زراعت غلات داشتیم، زراعت حبوبات داشتیم، طرح آزمایش کشاورزی داشتیم، آبیاری داشتیم، باغبانی. همه اونا رو همینا پاس کردن. تمام سرفصلا، یعنی سرفصل کشاورزی از دانشگاه میشیگان اومده. همون سال 1890 اونورا. رنکینگش هم باید خیلی بالا باشه. رنکینگ دانشگاه هم شما میتونید از یه سایتی به نام که سایت usnews.com شما مثلا میتونید از اینجا، حالا من برای چیز آوردم، من بخش بهترین حالا دانشگاهی داشتم در رابطه کشاورزی آوردم که خب اولین دانشگاه واخنیخن هلنده. ولی شما وقتی سرچ میکنید اینجا، مثلا من اینجا از اینجا اسم دانشگاه میشیگان رو میتونم میشیگان استیت رو سرچ میکنم. این اطلاعاتی که راجع به دانشگاه میشیگان، اینجا میشیگان استیت، این میاد برای مثال رنک دانشگاه رو میگه. خب در بین دانشگاه ملی در آمریکا رتبه 60 دانشگاه میشیگان استیت و حالا زمان تأسیسش رو میگه. یه نکته که در رابطه با دانشگاه هست، شما وقتی تو خود گوگل برای مثال یه دانشگاه رو سرچ میکنی، برای مثال من همین میشیگان استیت رو میزنم، مثلا میشیگان استیت رو میزنم، سمت راست توی گوگل توی این اباوتش یه سری اطلاعات میاره. یکی از اطلاعات مهم این اکسپتنس ریت دانشگاه است. هر چقدر این اکسپتنس ریت بالا باشه، اون شانسی که شما داری برای اپلای کردن بالاست. برای مثال دانشگاه دوک یه دانشگاه خیلی مهم در رشته بیولوژی و زیست شناسیه. این اکسپتنس ریت دانشگاه دوک 6%. خب دانشگاه خیلی خیلی خوبیه. دانشگاه میشیگان استیت 88% بود. آره. یا مثلا دانشگاه استیت معمولا بالاترن. برای مثال شما اگه دانشگاه میشیگان، یه دانشگاه دیگه ما داریم اینجا البته تو شهر اناربره فکر کنم. آره اون رنکش بالاتره. نه آره با رنکش بالاتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا اینکه اکسپتنس ریت اون 18%. دانشگاه استیت هم معمولا دانشگاه، خب دانشگاه حالت مثلا ملی حساب میشن، حالت دولتی ان، نه که مثلا دولتی رایگان، نه اینا شهریه‌شون کمتره. ولی دانشگاه استیت که هستش، دانشگاه استیت معمولا از دانشجوهای لیسانسش و حالا ارشد و دکترای خودشون آمریکایی‌ها مال همون ایالتن و به خصوص دانشگاه میشیگان اکثر دانشجوها حالا اینجا هستن، دانشجوی آمریکایی که اینجا هستن از خانواده‌های میشیگانی و خانواده‌هایی که کشاورز هستن. به خصوص در دانشگاه کشاورزی اکثرشون از خانواده کشاورز هستن اینجا. یعنی تمام بچه‌هایی که حالا اینجا هستن دانشجوی ارشد هستن، حالا ارشد دکترا، اینا یا پدرشون کشاورزه یا حالا کلا اقوامش کشاورزه، یا از کلا خانواده‌هایی که داخل میشیگان هستن و حالا به نوعی با کشاورزی ارتباط دارن اومدن تو دانشگاه کشاورزی. یه نکته دیگه که هست البته با به خصوص رشته کشاورزی و حالا مهندسی، یه چیزی هست به نام در آمریکا به نام لند گرانت. لند گرانت یه قانونی بوده که زمان ابراهام لینکلن این قانون تصویب شده که اگر دانشگاهایی که جزء این قانون باشن، یعنی در واقع سال مورل اکت بوده، سال 1862 این قانون بوده. ایشون هم این قانون گذاشته، یعنی اینکه اینا برای همیشه اگر دانشگاهی لند گرانت باشه، جزء لند گرانت باشه، همیشه برای رشته‌های کشاورزی و یه سری رشته‌های مهندسی اینا فاند دارن و شما مثلا میتونی اول بیای لیست اون دانشگاهی که مثلا لند گرانت هستن رو پیدا کنی و بعد بری از این طریق با دانشگاه مکاتبه کنی. من قبلا به یه استادی ایمیل داده بودم و من گفت که تو رشته کشاورزی تو میتونی برو لند گرانت یونیورسیتی رو سرچ کن، میاره اون دانشگاهی میاره. و یه چیز جالبی که هست البته با میشیگان استیت اینه که این لند گرانت، قانون لند گرانت از همین دانشگاه میشیگان استیت شروع شد و حالا به جای دیگه رفت. دانشگاهی که داره
در هر ایالتی هستن. من اینجا یه بک بزنم برای مثال دانشجوهایی که تو این لیست هستن. لند گرانت کالجز اند یونیورسیتی، شما اینجا به خصوص برای کشاورزی، یعنی برای رشته‌های تمام رشته کشاورزی همیشه فاند هست. مثلا چرا دلیلش چیه؟ خب این برای اینکه الان از همه آره به ترتیب حروف الفبام هست اینجا. آره این به خاطر اینکه اون موقع نمیدونم حالا به خاطر شاید اهمیتی که داشته کشاورزی و اینکه حالا بعد از اون جنگ داخلی آمریکا اومدن این قانون رو گذاشتن. خب این لند گرانت رو داشتم میگفتم این که بعد از جنگ داخلی آمریکا این اومدن به خاطر حالا من مدرن کنن سیستم آموزشی رو، اومدن این قانون گذاشتن که همیشه برای به خصوص رشته کشاورزی همیشه فاند دارن و بعضی از رشته‌های مهندسی که مرتبط باشه با کشاورزی، مثلا رشته‌های آبیاری خب مرتبط با کشاورزی یا رشته ماشینات کشاورزی یا حالا چیزهای دیگه. پس میشه قبل از اینکه حالا اون پوزیشن رو پیدا کنی، اون استاد رو پیدا کنی، برید از طریق ببینید که کدوم دانشگاه این لند گرانت رو داره. یه راه دیگه برای پیدا کردن استادها اینه که شما برید مستقیم وارد اون سایت دانشگاه بشید، اون دپارتمان بشید. توی دپارتمان استادای مختلفی که رشته شما هستن اونا میاره. سیاوش، این صحبتی که شما در مورد لند گرانت کردید یعنی اینکه میشه گفت افرادی که میخوان برای رشته کشاورزی اپلای کنن شانسشون نسبت به رشته‌های دیگه بیشتره. آره اینا چون اون وقت تو اون حالا هزینه اپلای هزینه داره دیگه. شما باید حالا بعضی دانشگاه $70 بعضی هم $125. ولی شما بدونی که اگر رشته کشاورزیه یا حالا رشته‌های مرتبط با کشاورزیه و منابع طبیعی مثلا مثل رشته جنگلداری، رشته‌های حالا شیلات، محیط زیست، اینا شما میدونی که بله خب برای این رشته شما این دانشگاه فاند داره. فاند هم مختلفه. خب هر استادی اولا که برای خودش فاند داره یا اینکه میاد از یه مؤسسه‌ای از یه سازمانی فاند میگیره. برای مثال معلوم استاد من داشت چند روز پیش پروپوزال می‌نوشت، داشت میگفت که خب اینو من نوشتم برای فاند مثلا سال بعد، این یکی رو نوشتم برای فاند سال بعد. حالا اینایی که می‌نویسی یعنی چی؟ یعنی میاد کار تحقیقاتی، یعنی که شما باید برای اون در اون سال این کار رو انجام بدید. مثلا من در این سال من دارم کاری که دیدی دارم انجام میدم روی سویا. خب سال بعد با یکی دیگه قرارداد بسته که اون فاندی که حالا به من میده با مثلا بر اون رو کار کنم. اون مثلا میشه سیب زمینی. یعنی از صنعت پول میگیره؟ آره پول میگیره اونا مثلا خب خودشون نمیتونن یا مثلا میخوان یه چیزی رو تست کنن، برای مثلا میخوان یه ماده رو روی بذر تست کنن، روی بذر که قبل از اینکه ما میخوایم بذر رو بکاریم بذر قوی بشه، وقتی تو خاک میره خوب بهتر جوونه بزنه. خب اینو خب اونا نمیتونن انجام بدن تو صنعت، اونا فقط شاید یه سری پول دارن و حالا کارهای اجرایی میکنن، ولی تو دانشگاه میشه این کار رو انجام داد. حالا با استخدام دانشجو خب خود استادان کار نمیکنن، خود استادا فقط حالا به صورت یه راهنمایی هدایت، ولی دانشجوهای تحصیل تکمیلی کار میکنن. اینا میان روی پروژه های استاد کار میکنن، روی پروژه‌ای که هستش و از این طریق حالا هم حقوقی دانشجو دریافت میکنه برای زندگی تو اون کشور و همین که شهریه باید بدیم. مثلا دانشجوی خارجی شهریه‌ای که خب میدن بیشتره تا دانشجوی آمریکایی. برای مثال الان هر شاید بخش زیادی از اون فاندی که میره مال کلاس هاست و این کلاس ها رو خب شما باید پاس کنید. چون برای هر مقطعی مثلا برای مثال برای مقطع پی اچ دی شما باید 24 واحد پاس کنید که بعضیش اجباری، فقط هم اجباری هم در توی کشاورزی درسای رایتینگ اجباری، مثلا بعضی مثلا چیزای مثلا یه واحد درس رایتینگ داره، رایتینگش اجباری. این از این که یه راه پس برای اگه رشته‌تون مثلا رشته‌شون کشاورزیه یا منابع طبیعی میتونن لند گرانت رو سرچ کنن که لیست تمام دانشگاهی که حالا هست میاد و اینم از دانشگاه میشیگان استیت شروع شده.
به حال جای دیگه رفتن. میپرسن که چرا باید دانشگاه به ما پول بده؟ خب این پولی که دارن میدن، نه خب شما دارین کار میکنید، بخاطر اینکه کار کردن تمام وقته. آره به خاطر اینکه چیزی که هستش توی خب ایران ما مثلا دانشجو که بودیم ارشد بودیم، ارشد بودیم، حالا لیسانس کردن، لیسانس اینجا هم همونه، اینجا هم باید شهریه بدن. ولی از دوره تحصیل تکمیلی که از ارشده اون معادل کاره، یعنی معادل شغله. چون الان دانشجوی لیسانس مثلا میان اینجا یه کار کوچیک هم اینجا مثلا دانشجوی لیسانس رو میارن، مثلا دانشجویی هم بخوان حالا یه سری درآمد داشته باشه در کنار درس خوندن که حالا کمک هزینه‌ای براشون بشه، خب اینا میان یه سری کارا رو انجام میدن. همون دانشجوی لیسانسی که میاد اینجا کار انجام میده، مثلا میاد مثلا بذرا رو از داخل اون از گیاه پاک میکنه، برگا رو مثلا میاد وزن میکنه، برگا رو حالا یا گیاه وزن میکنه. خیلی اطلاعات آره یا اینکه مثلا تمیزکاری مثلا کار تمیزکاری رو دانشجوی لیسانس انجام میده. تمیزکاری آره مثلا تمیزکاری یا آزمایشگاه فلان رو دانشجوی لیسانس انجام میده. خب منتها به خاطر این پول میده، چون داره کار میکنه، چون داره وقت میذاره. شما وقتی که دانشجو ارشد هستی اینجا یا دکترا، اونا شما داری وقت میذاری واسه هم دانشگاه هم واسه هم استاد هم دانشگاه. پس اول میشه از طریق همین لند گرانت پیدا کرد. یکی از راه‌های دیگه‌اش برای پیدا کردن استاد سایت ریسرچ گیت. یکی دیگه از راه‌های پیدا کردن، راه‌های پیدا کردن استاد اینه که شما از این سری سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی کمک بگیرید. یه سایت خیلی خوب علمی که حالت شبکه اجتماعی حالا بین محققان و استادای دانشگاه هست، سایت ریسرچ گیت. سایت ریسرچ گیت شما میتونید اونجا پروفایل بسازی، البته معمولا با ایمیل دانشگاهی کار میکنه، نمیدونم چی شده ولی معمولا با ایمیل دانشگاهی کار میکنه که شما ایمیلتون رو میدید و بعد حالا عضو این شبکه میشید، میتونید در اینجا مثلا مقالهاتون رو بذارید، تعداد مقالاتون بیاد و اینکه اگر سوالی دارید از یکی بپرسید. بعضی مقاله ها توی دنیای علم، بعضی مقاله که مثلا ما از ایران می‌خواستیم دانلود کنیم پولیه، ما مثلا نمی‌دونستیم مقاله رو دانلود کنیم. خب یه حالا اون هزینه حالا برای چاپش و فلان اونا میگیرن، ولی بعضی استادا میان اون مقاله‌ای که حالا مثلا منی که تو ایرانم یا تو حالا آفریقا، آسیا، حالا جای دور افتاده، ما میتونیم از این طریق استفاده کنیم، بیام دانلود کنیم مقاله رو. خود استاد با رضایت خودش میذاره مقاله خودشو میذاره اینجا و میتونیم دانلود. یکی از راهاش اینه، ولی شما میتونید با یکی از اینکه شما با علم الان مثلا تو رشته شما الان چی داره میگذره، با علم روز آشنا میشید و ارتباط برقرار میکنید با استادا. برای مثال اگر شما توی قسمت سرچش یه زمینه مثلا کاری مثلا برای زمینه مثلا drought استرس یا تنش خشکی، اینجا میگه خب میخواید تو تنش خشکی رو تو کشاورزی، خب این خیلی مهمه تنش خشکی، میتونید در بین مثلا مقاله ها پیدا کنین اصطلاحو، یا اینکه در بین مجله، یکی در بین افراد. اگه من بزنم افراد، هر کسی نوشته که اون زمینه کاریش چیه، مثلا میگه که مثلا من در این زمینه کار میکنم، شما تمام اون افرادی که در این زمینه کار میکنن برای شما میاره. حالا شما میتونید ببینید در مثلا دانشگاه ادینبرو، دانشگاه مختلف اینجا هستن، شما میتونید از این طریق هم با اون استاد در ارتباط باشید از این طریق و اونو مثلا پیدا کنید. و یکی دیگه از راه‌های دیگه برای پیدا کردن استاد از طریق سایت لینکدینه. خب لینکدین رو با هر ایمیلی هم میشه ساخت و یه سایت خیلی خوبی البته برای پیدا کردن، بیشتر برای پیدا کردن شغله، ولی خب میشه از این طریق، از طریق مثلا حالا لینکدین اساتید مختلف رو پیدا کرد و حالا باهاشون در ارتباط بود. ولی مهم به نظر من یه چیز خیلی خوبی که حالا هست برای پیدا کردن استاد همون از طریق مقاله است. شما وقتی که مقاله هم موضوع با رشته خودت رو پیدا می‌کنی، اون قشنگ کامل اصلا میگه به شما خب بله این فلان استاد هم مثلا روی این کار میکنه. یه چیزی که تو سرچ مقاله، سرچ استاد با استفاده از مقاله هست، اینی که شما مثلا میرید به طور ناخودآگاه اون اسم اوله رو میرید سرچ میکنید، تا اون اسم اوله ممکنه دانشجو باشه، استاد نباشه. ولی اگر بر اساس حالا مرور زمان شما رفتی و میدونی که حالا در رشته خودت چه کسایی استادن، استادای مطرح، دیگه میدونی بله مثلا این فلانی استاده.
از این طریق پیدا کنید. ولی خب به نظر همون راه خوبش اینه که میشه از طریق گوگل اسکالر پیدا کرد استادا رو، و یا از طریق مستقیم برید توی سایت دانشگاه. تو سایت دانشگاه، تو هر دانشگاهی که شما وارد سایتش میشید، اولا که حالا برای اینکه برسید به سایت دانشگاه مثلا میزنید مثلا USA Universities، ویکی‌پدیا میاره تمام لیست دانشگاه آمریکا رو میاره. من یه بار این کارو کردم، یعنی که از اول حرف A تا مثلا حرف Z آخر رفتم، همه دانشگاه رو رفتم داخلش، ببینم که کشاورزی دارن یا نه. حتی من رفتم که لیست دانشگاه کشاورزی هم پیدا کردم، تک تک میرفتم داخلش. داخل سایت دانشگاه مثلا هر دانشگاهی که شما میدید، مثلا دانشگاه برای مثلا میشیگان استیت، چه مینیمم نمره زبان برای رشته کشاورزی چقدر بود برای شما؟ به رشته ای نیست، این بر اساس اون دانشگاه است. برای اکثر دانشگاه آمریکا، اگه برای آیلتس اگه مثلا شما بگید، برای آیلتس 6.5. بعضی دانشگاه آمریکا مثلا مثل میسیسیپی استیت یونیورسیتی، اون اصلا 5.5 آیلتس 5.5 میخواد. ولی خب میسیسیپی استیت اکثریت حالا دانشجوها و استادا مثلا معمولا آمریکایی هستن. توی هر دانشگاه شما میخواید بری و ببینید که حالا اصلا این سایت هر دانشگاه خب معلومه. حالا شما میخواید برسی به اون قسمتی که استادا رو لیست کرده، هر دانشگاه فرق داره. شما باید برید تو قسمت بعضی دانشگاه ها، مثلا توی قسمت اکادمیکشون قسمت کالج پروگرام دارن، قسمت مثلا دپارتمان دارن، یه همچین چیزایی دارن. من توی دانشگاه میشیگان توی قسمت اکادمیکش مثلا کالجز داره، کالجز اند پروگرامز داره. توی کالجز که میشه شما دانشگاه‌های مختلف میاد. برای مثال دانشگاه کشاورزی هست که هر دانشگاهی برای خودش یه دونه سایت داره، مثلا دانشگاه کشاورزی، دانشگاه هنر، حالا دانشگاه بیزینس و اینا. من حالا وارد دانشگاه کشاورزی میشم. تا سایت‌های آمریکایی بعضی وقتا ممکنه با گوگل کروم کار نکنه. شما باید یا مایکروسافت ایج داشته باشید یا فایرفاکس. بعضی وقتا با کروم خوب. حالا من وارد کالج کشاورزی شدم، توی قسمت اکادمیکش اینجا میتونم برم و حالا دپارتمان‌های مختلف پیدا کنم. برای مثال دپارتمان یا مثلا پلان ساینس داره، فلان داره. هر سایتی از توی دانشگاه‌ها یه قسمت داره به نام پیپل. معمولا توی این قسمت پیپل اینجا افراد رو میزنن. من تو اینجا مثلا اگه بخوام پیدا کنم، برای مثال این رشته‌های مختلف توی کشاورزی، فود ساینس و فلان و این حرفا، من وارد پلان ساینس بشم. کل شما یک قسمت پیپل داره یا قسمت دپارتمان داره. پیدا کردم. مثلا اینجا توی قسمت نه پیدا نمی‌کنم. توی قسمت معمولا یه دپارتمنت داره. مثلا دپارتمان‌های مختلف داره، حالا انیمال ساینس و فلان اینا. برای مثال زبان حتما اینجوری نیست که از خیلی از بچگی کلاس می‌رفتم. من 2-3 سال آخر دیگه شروع کردم قبل از اومدن. یه چیز مهم توی واسه دانشگاه اینه که شما لیسنینگتون قوی باشه. شما میخواد استاد بخواد حرف بزنه، شما باید همزمان جزوه بنویسی، بفهمید چی میگه و اون چیزی که الان میگه رو تبدیل کنید به حالا به هم زبون مادری. بالاخره یه چیزی بالاخره باید برای فهمیدنش اینجوریه. لیسنینگ مهمه و بعد حالا رایتینگ و حالا اسپیکینگ. ولی بعد که شما مثلا یه مدرکه فقط بعد که میاید، خب اینجا همه استاد آمریکایی نیستن که. من الان استادام مصریان، بعضیا من استاد چینی دارم، چینی هم هستن که به هندی، استاد هندی. خب شما تصورتون این که مثلا بیاید، من همش میرم مثلا اون پادکست های آمریکایی نگوش میدم. خب خیلی خوبه اونا برای درکتون، برای حالا زبان جنرالی. مثلا میخواید با تو خیابون بالاخره شما همش که دانشگاه نیستید، با رستوران برید چیز سفارش بدید، میخواید برید صحبت کنید، کنگره برید. ولی اینی که
تمرکز کنی که من حتما باید درست صحبت کنم، حتما باید مثلا مثل اون بعضی از این معلمای الکی تو اینستاگرام که اگه میخوای آمریکایی باش و اینو بگو. نه اصلا چرا آمریکایی باشی؟ الان مثلا یه چیز جالبی که اینجا هست، لهجه‌های مختلفه، لهجه‌های مثلا انگلیسی مختلفی اصلا هست، همه میفهمن. یه پادکستی هست به نام All Ears English، All Ears English یا بعد یا IELTS Energy پادکست. یه 4 تا معلم انگلیسی آمریکایی هستن، یه شعار خوبی دارن که میگه connection not perfection. اون ارتباطات مهمه. شما هر جوری صحبت کنی بالاخره اون ارتباطات میفهمی، به دستت میاد. یا استادی که مثلا من کلاس خیلی سختی هم بود، شما فکر کن استاد من مصری فرانسوی بود، فرانسوی هم تو انگلیسی خب خیلی زیاد انگلیسی دوست ندارم، ولی باید بفهمید چی میگه. ولی اگر شما بیاید تمرکز کنی که من حتما باید مثلا مثل باراک اوباما صحبت کنم، اونجوری قویشم که بتونم صحبت کنم، اونجوری هیچ وقت قوی نمیشم. یا بعضیا میگن که من حتما باید برم گرامر بخونم، گرامرم قوی بشه صحبت کنم. نه، یه چیزی هم که هستش، شما وقتی که یه بچه رو مثال میزنم، بچه‌ای که به دنیا میاد، فکر کن شما تو آمریکا بودی، تو هر کشوری یا از ایران، بچه‌ای که به دنیا میاد بعد از 2 سالگی نه حرف میزنه، فکر کنم 2 سالگی 3 سالگی. خب بچه‌ای که سواد نداره مثلا گرامر دستور زبان فارسی رو بخونه، یا بیاد کتاب مثلا ابوالحسن نجفی غلط نریوسی رو بخونه، بتونه بعد حرف بزنه، همونجوری حرف میزنه. چرا؟ چون شنیده. شما برای همینه که اون پادکست گوش شدن یا همین فرندز، خیلی از چیزایی که تو اینجا استفاده میشه من از فرندز فهمیدم. یا اون سریال بیگ بنگ تئوری خیلی خوبه. اون برای مثلا چیز جالبی که تو هیچ کتابی نیست، شما وقتی که خداحافظی میخوای بکنی خب هم یه بای میگن میان، یا اصلا موقع سلام اصلا بعضی سلام میکنن مورنینگ میگن، یا اصلا سرشو تکون میدن. یا حتما هم مثلا اینجوری نیست شما مثلا میگید مثلا تشکر میکنی مثلا حتما اونم بگه اصطلاحی که تو کتابای انگلیسی مثلا کتابای کمبریج you're welcome همینجوری. یا یه چیز جالبی که من اینجا فهمیدم، شما وقتی میخوای خداحافظی کنی میگید مثلا have a good evening فلان. یه اصطلاح دیگه از تو هیچ کتابی نیست، ولی خب اینجا میفهمی have a good one. خب هیچ جا اصلا نیست هم چیزی، اصلا کجا بودم چیزی. برای همینه اون فیلم ها به خصوص فرندز یا حالا جدیدترش اون یه سری اصطلاحات خیلی خوب توی بریکینگ بده، با اون بتر کال سال گودمن، اون خیلی خوبه. اونا شنیدن شما رو قوی میکنه. شما وقتی میتونی خوب بشنوی میتونی خوب هم حرف بزنی. ولی اون نه مثلا من بیام حالا من حتما کتاب گرامر رو مثلا گرامر کمبریج رو بخونم اونقدر قوی شدم حرف بزنم. شما از همون اول میتونی یه سری کتاب بعد یاد بگیری صحبت کنی. اون کتابای مثلا برای مثلا تو آیلتس یه کتابایی هست اکچوال تست، اومده همون سوال جوابای احتمالی که تو آیلتس میاد نوشته جمله رو، شما فقط کافیه بخونی. یا اینکه شما بتونی متن بخونی، یه سری متنای اون چیزو بخونی. یه کتاب خیلی خوبی برای اسپیکینگ من پیداش میکنم. این کتاب خیلی خوبی، من اصلا اینجا تو ایران نتونستم این کتاب بیارم، اصلا اینجا خریدم، چاپ خوبش هم گرفتم، اصلا نمیدونم اسمش چیه، ولی یک کتابایی هست که شما میتونی از طریق این کتابا بفهم. مکالمه های مثلا مکالمه های کوتاه داره، مکالمه بلند داره که اون اصطلاحات انگلیسی نه هست، شما همونها رو بتونی بخونی، آروهی پشت سر هم بخونی یاد بگیری. یا برای مثال که برای شروع، حالا که میخواد شروع کنه اصلا لیسنینگ خب سخته برای بار اول، کتابی از Tactics for Listening آکسفورد 3 جلده. اون خیلی کتاب خوبیه. آره اون ولی نمیخواد بری از اول شروع کنی بخونی، اصلا همچین چیزی نیست. ته کتاب اسکریپت، یعنی اون متنایی که صحبت میکنن نوشته، شما میتونی اون پلی کنی واسه خودت و اون متن رو دنبال کنی که وقتی داره حرف میزنه. یا پادکست های اون 6 minutes انگلیش BBC
یعنی میگی یه جورایی مثل سابسکریپشن آره فیلم هاست. آره اونا اسکریپت داره آخرش نوشت اون همون چیزی که صحبت میکنن متنشون نوشته. شما وقتی اونو من اینجوری خوندم شروع کردم اساسا من همون تاکتیک داره اصلا نرفتم تستشو بزنم یا سوالو جواب بدم چون از اولش سواله اون اصلا نمیخوام اونو خوندم. چند دانشگاه اپلای کردی تا تونستی که مثلا برای میشین استیت پذیرش بگیری؟ من 1200 تا ایمیل دادم، یعنی حالا به هر استادی که شما ایمیل میدی هر 2 هفته 3 هفته یه ریمایندر میزنی، یعنی یه بار دیگه مثلا بهش میگی که 1200 تا. آره من یعنی 1000 آره. بعد موقعی که ایمیل میزنی بر اساس اون اکسلی که درست میکنی مثلا آمریکا باشه، اروپا باشه، استرالیا باشه، باید برای اون روز مثلا میخوای امروز ایمیل بزنی به یه استادی. بعد اول ایمیلتو تو درفت ایمیل بنویس. ایمیل حتما با جیمیل، چون جیمیل اسپم نمیشه. بر اساس حالا با ایمیل دانشگاه اصلا نفرست. بعد باید ببینید که خب معمولا استادا مثلا اینجا هم که حالا این استادایی که اینجا هستن ساعت 6 و نیم یا 7 میاد معمولا. مثلا اینجوری خانم موسنی 35 سال کار داره. این 6 اینجاست. 6 تا 8 فقط ایمیل میبینه. 6 تا 8 صبح. بعد 8 صبح که میشه دیگه میره کلاس تا عصری. عصر به هیچ عنوان ایمیل نمیبینه. فقط یه بار سر نهار میبینه. مثلا یه بار سر نهار ممکنه ببینم، ولی اصل ایمیلشون صبح. این اگه میخوای ایمیل بزنن به ساعت کاری آمریکا مثلا من ایالت تو ایران، مثلا من تو ایران بیدار میموندم ساعت 2 وقت ما ایران میشد 7 صبح استرالیا که من اونجا چیز میدادم. بعد یکم دیگه دوباره بیدار میموندم یه جا دیگه میدادم. بعد 10 صبح 11 صبح وقت ما به اروپا میدادم. استادایی که مثلا واسه اون روز من 30 تا 40 تا واسه اون روز آماده کردم. معمولا هم اول هفته ها بهتر، مثلا دوشنبه ها من میدادم، دوشنبه و سه شنبه ها اول هفته ها بهتر میدادم. بعد آمریکا هم که خب من وای میستادم ساعت 4 5 عصر بشه که مثلا صبح اینجاست آمریکا بود. و من ایمیلی هم که دادم، من این الان جایی که الان هستم یادم میاد که اولین ایمیلم به همین استاد دادم که حالا حالا شانس من بود، حالا هر چی بود اون شاید زمینه‌مو به هم می‌خورد. 3 روز بعدش من ایمیل داد لینک اسکایپ که مثلا بیا لینک زوم مثلا میتونیم با هم صحبت کنیم. و بعد 2 بار 3 بار مصاحبه کرد. یه بار همینجوری مثلا به عنوان آشنایی بود که چیکار می‌کنی چیکار نمی‌کنی. یه بار بعد برای زمینه کاری بود. بعد یه بارم یه سری سوالایی می‌پرسید. بعد دیگه گفت خب گفتم میتونم اپلای کنم. گفت میتونی اپلای کنی. اپلای کردم. برای اپلای باید زبان داشته باشی. برای که زبان باید داشته باشی. هم مصاحبه اولیه فکر می‌کنم بخاطر که ببینید اصلا شما میتونید ارتباط برقرار کنید یا نه. بعد منتها دیگه حالا استاد اینا رو میگیره، اصلا شما میگی که به دانشگاه به گروه دانشگاه دپارتمان اعلام می‌کنی که معمولا به مدیر دپارتمان اعلام مثلا میگی من فلان کس با من صحبت کرده من بهش پذیرش دادم. بعد اونا میگن خب با بررسی میکنم، میگن بله مثلا فلانی اپلای کرده، من اومده توی لیست از بین چند تا. خب مثلا چند خب مثلا ما نمیدونیم، احتمالاً مثلا استادی که به من گفته آره خب مثلا ممکنه چند نفر دیگه هم گفته باشه. خب شاید تا در شاید مثلا من نتونم بیام یا حالا اون مثلا یه اتفاقی میفته 100% به چند نفر دیگه هم گفته آره. یعنی مثلا من دیگه اون تصمیم با کمیته دپارتمان مثلا اونا میشن دور هم. کمیته دپارتمان هم همه استادای دپارتمان مثلا با هم میشینن. مثلا من یه بار دیدم میان مثلا میگن این رزومه فلانیه اصلا از ایران، هند، مثلا کره. نه کره و ژاپن نمیان اینجا. دانشجوشون نمیان. ما خود کشورشون میشن. شما کره‌ای یا کره چرا؟ ژاپنی نمیاد اینجا. هیچ ژاپنی نیست. من تا ژاپنی نه ژاپنی هم یه ارقی دارن به کشورشون، من که خب نیازی ندارن میگن ما بعد. ولی چین مثلا از چین رزومه طرفو میذارن. بعد استاد اون حالا استادم که پذیرش شده میگه خب مثلا من اینو گرفتم، مثلا این خوبه برای من چون این کاری کرده اون کاری کرده. و همین. چند نفر میگیرن هر سال؟
تعداد زیاد اگه تو کل آمریکا بخوای بگی خب نه همین دانشگاه همین دپارتمان بر اساس تعداد استادایی که هستن مثلا خب بعضی استاد من که حالا هم خودش هست هم شوهرش هست اینا دانشجو بین‌المللی زیاد میگیرن. چند نفر توی اون سال گرفتن؟ مثلا شما فقط من خب اون سال فقط یه نفر، هر سال یه نفر هر سال یه نفر میتونه بگیره ولی خب مثلا اینا میتونن اگر فاند داشته باشن پستاک بگیرن، دانشجو فوق دکترا بگیرن، ولی برای اون سال فقط یه نفر. سیاوش تو 1200 ایمیل که زدی از چند نفر جواب گرفتی؟ 1200 من 20 نفر گفتن بهت میگی مثلا حالا اوکی دادم، از بین اینا 5 نفر گفتن میتونی اپلای کنی. اون تو چیزی که هست شما موقعی که میخوای اپلای کنی سامانی که ببینی که اون کسی واقعا کدوم به درد میخوره و کدوم حالا مثلا مناسبته. مثلا من با یه خانم هندی دانشگاه دلاور استیت مصاحبه کردم، بعد اون 3 بار 4 بار گفته I don't wanna waste my money. هی میگفت اینه که من نمیخوام پولمو حرام کنم. تو بلدی این که مثلا فلان کارو بلدی؟ گفتم خب مثلا من تو اونو قبول نکردی بخاطر آره رفتارش. مثلا میگفتش که فلان کارو بلدی؟ گفتم خب من مثلا رشتم فلان چیز بوده اونو ولی میتونم یاد بگیرم. گفت نه باید بلد باشی. در صورتی که استاد من اینجا استاد من مریلندیه، آمریکایی. من گفتم من مثلا فلان دستگاه بلد نیستم الان گفته باشم. خب نه یاد میدم بهت. یه تفاوت، حالا این تفاوت چیزاست، تفاوت حالا استاد آمریکایی آره اون نه. بعدم وقتی که رفتم تو لب تو هر استاد یه لب داره، لب یه وبسایت لب داره، مثلا آزمایشگاهش مثلا دانشجوهاشو میذاره تو اون لیست اون وبسایت. اینا دیدم بیشتر دانشجوهای اون استاد هندی که تو دلاور بود همه هندی هن. بعضی اینجوری هن که البته اینا از نظر دایورسیتی مقدار برای استاد خب یا برای دانشگاه یکم رتبه پایین داره. برای همینه بعد توی دانشگاه میشیگان فکر کنم از نظر دایورسیتی بالاست، یعنی شما دانشجوی مختلف می‌بینی اینجا. ولی در نهایت من فقط همینجا اپلای کردم. گفتم حالا چون زمینه کاریش به هم می‌خورد گفتم حالا اپلای کنم دیگه. چقدر اپلیکیشن فی دادی؟ اپلیکیشن فیش $70 بود. $70. پس لازم نیست همه دانشگاه‌ها برن اپلیکیشن فی بدن. وقتی مطمئن شدن که یه استادی توی دانشگاه قراره به شما فاند بده، خب یه چیزی هم داره، شما میتونید برید پولو بدید. یه چیزی هم که شما وقتی که برای مثلا 5 دانشگاه 4 دانشگاه اپلای می‌کنی، شما بعدا می‌خوای بری سفارت، مثلا می‌خوای بری سفارت و ویزا بگیری. یکی از چیزایی که حالا تو ویزا هست به نظر من سفارت اینه که خب آره تو مثلا یه دونه اپلای کردی، خب مثلا هدفت همین رشته است، خب یعنی مثلا اگه نشد خب یعنی نشد. ولی اونی که مثلا 5 تا اپلای کردی یعنی مثلا تو به هر طریقی هست می‌خوای بری آمریکا، یعنی این نشد. آره من اینو یه جا فهمیدم، یه جا با یکی صحبت می‌کردم فهمیده بودم. یعنی تو مثلا 5 تا اپلای کردی دیگه مثلا برات مهم نیست اون زمینه کاری اون استاده، مثلا اون روی لوبیا کار کرده، اون مثلا روی تربچه نقلی، اون مثلا فلان چیز. یعنی تو همینجوری دادی. یعنی فقط هدف مهاجرته. آره نه تحصیل. اون هدف مهمه. اون مثلا یه چیزه. از کجا میفهمن تو چند جا اپلای کردی؟ خودت میگی یا نه. اپلای که شما در نهایت با یه دونه آی-20 یا اون نامه‌ای که دانشگاه میده با اون باید بری. با یه دونه باید بری. ولی شما مثلا بعضیا یه چیزی یه حالت کلیشه‌ایه که میگن سوال اولی که ازتون میکنه اون مثلا آفیسره، سوال اولش هم اینه که مثلا where are you going؟ کجا میخوای بری؟ اینه که این پرسه حالا شروع میکنه مثلا من میخوام برم دکترا بخونم، من روی این زمینه کار کردم، مقاله دادم، از چند دانشگاه اپلای. یه سه به صورت مثلا همین کلیشه. فقط گفتم میخوام برم دانشگاه میشیگان پی اچ دی. یعنی دقیقاً گفتی کجا میخوای بری؟ باید گوش بدی اون چی میگه. اون آفیسره یعنی فقط به سواله آفیسری گوش بدی، نمیخواستن بی خودی آماده داشته باشی. ولی این اپلای هم مثلا تعداد زیاد بالا کردن از نظر من زیاد جالب نیست.
همون یه دونه من یه دونه اپلای کردم. پولم نشدم بدم چند جا بدم اپلای کنه. بعدم استاده خب باید اوکی بده با آدم مطمئن باشی که میخوای. یه استاد من گفته بود که مثلا حالا هفته بعد یا وایسا اورگون استیت چینی بود. گفت من فاندم جور میشه. جالبه یه ماه پیش به من ایمیل داد که فاندم جور شده، یعنی بعد یه سال. آره. اگه می‌خواستی منتظر بمونی این ممکن بود این فاندم از دست بری. آره. برای همین شما میتونی جای دیگه برید. در مورد رزومت بگو. مقاله داشتی؟ آره من مقاله داشتم. من مقاله 4 تا داشتم. 4 تا مقاله انگلیسی داشتم، بقیه‌شم فارسی بود. 4 تا. خب مهم نیست، مقاله فارسی هم خوبه به خاطر اینکه شما نشون میده شما کار مثلا تحقیقاتی کردید، کار علمی کردید. بعد اینکه برای مثلا شما مثلا کمک کنید در مثلا کنگره هایی و همینا رو بنویسید. مثلا اینجا خودشون توی رزومه‌های خودشون که می‌نویسن مثلا استاد من ولی قابل استناد باید باشه، نه اینکه آره نه مهم نیست. مثلا اینجا من چیزی که اینجا دیدم تو رزومه جالبه، من جایی ندیدم که همشون دارن، استاد منم مثلا داره و منم گذاشتم یه بندی به نام سرویسز، خدماتی که شما انجام بدید. مثلا میگه که مثلا میگه بله مقالاتم اینه، پسترام اینه، فلان اینه. بعد میگه مثلا والنتیر ورک هم اینه. بعد میگه سرویسز حالا چی بوده؟ مثلا میگه که من رفتم فلان همایشی، مثلا همایش اصلا نبوده، یه دوره همی بوده، صحبت کردم. مثلا من رفتم یه انجمنی مال کشاورزان ایندیانا مثلا بود، صحبت کردم یه ماه پیش. اونو می‌نویسی تو اونجا. نمیخوام مدرکم مثلا بگی که من بله این گواهی، مثلا تو ایران خیلی دنبال گواهی ما. درست. نه همونجوری می‌نویسی من رفتم اونجا صحبت کردم، اون میشه جزء سرویس میشه. ولی اگر مثلا در مورد مقاله یا کار تحقیقاتی هست باید چیز باشه. آره باید قابل استناد باشه. شما باید معمولا اسم همون به صورت رفرنس که میاری مقاله رو یه کدی هست به نام DOI DOI دیجیتال آبجکت آیدنتیفایر، که این یعنی که یه دونه مثل لینکه DOI که هر مقاله اینو بهش میدن، یعنی هر مقاله شما علمی این DOI داره. حالا این DOI چیه؟ این برای اینکه اگر مثلا اون سایت مجله اصلا از بین بره، هک بشه، فلان بشه، شما با استفاده از این دویه، این شماره میتونی بری هر جا که هست اون مقاله رو پیدا کنی، وصل به اون. مثلا اونو توی رزومت میاری؟ اونو باید توی نه رزومه نه، وقتی که مقاله رو که می‌نویسی، هر مقاله رو که مثلا تو قسمت پابلیکیشن یا اثرات تألیفی، انتهای هر مقاله‌ای مثلا مقاله رو مثلا باید به صورت رفرنسی بنویسی دیگه، مثلا کتابی. انتهای مثلا اون مقاله یه همون بغلش، یعنی آخرش اون دویه رو میری پیدا می‌کنی از اون سایت. منم آوردم توی رزومم. اون آخر اون مقاله می‌نویسی که اگر خواستن چک کنه، چون استاد میره اونو حتما کلیک می‌کنه روش. و رزومه‌های خود اینا خیلی ساده است. اصلا اولا که رزومه عکس نداره، چون عکس اگه شما بذاری بر اساس چهره تو اون استاد رو تصمیم، این درست نیست. هم رزومه کاری علمی عکس نداره، رنگ نداره، یه چیز ساده است، مثلا یه ورد ساده است. شما فقط یه عنوان میزنی همینجوری برو پایین، مثلا چیزای مختلف. آره ساده. آره. ایمیل هم یه ایمیل مثلا میتونی بزنی. تلفن نداره تو رزومه، ایمیل داره. تو رزومه علمی ایمیل لینکدین داره. آره مثلا میتونی لینکدین رو بذاری، گوگل اسکالر رو بذاری، لینکشو، لینک ریسرچ گیت بذاری. آره همین هم میتونی بذاری. یه ذره از سختی‌های رشته‌ت بگو. خب کشاورزی که بستگی داره که اون رشته‌اش چی باشه و اون کار استاد چی باشه اینجا. خب من رشته‌ام تو ایران زراعت بود. زراعت شما باید حتما مزرعه کش کنی. یعنی من تقریبا هر سال می‌داشتم. یعنی برای حالا من جوری که شد مثلا میرفتم به دوستم کمک می‌کردم یا اون میومد من. یعنی یه جور کارت بوده یا نه، هم برای پایان‌نامه‌ام بود، پایان‌نامه ارشد، و همین که بعداً کار می‌کردم، مثلا می‌کاشتم همون تو دانشگاه. بعد عرضم به حضورت که این زمینه سخته،
گلخونه هست، گلخونه سخته، گلخونه اگه یکم تنظیمش به هم بخوره خراب میشه نتیجه، بعد دوباره بری بکاری، دوباره کاشش اینه که خود دوباره اول بری بعضا مثل مردم بعضی گذاشتن باید بری بعضا رو تیمار کنی مثلا شاید 24 ساعت 48 ساعت، بعد دوباره بعد یه ماده‌ای بهش بزنی اونم باید بخوابه تو اون مثلا بعد بری خاک بیاری مثلا خاک مثلا پر کنی گلدون، خب مثلا بعدم برای آزمایش‌ها شما با یه دونه گلدون دو تا گلدون نمیشه، مثلا یه مثلا می‌بینید 100 تا 200 گلدون داره، بعد اگه خراب بشه هر اتفاقی بیفته دوباره باید همه اینا رو دوباره جمع کنی دوباره از اول. حالا شما مثلا تعداد سالات هم محدود هستن، شما ارشد 3 ساله، دکترا هم مثلا شاید 4 سال 5 سال، خب هی خراب بشه دیگه وقت کم میشه. بعدم اینجا جوریه که اینجا باید غیر از اینکه پایان‌نامه‌ت رو انجام بدی کارهای کلاسی هم انجام بدی، که الان حتی مثلا من یه داشتن دارم تازه انجام میدم تمام نشد و کشاورزی. خب این اگه دوست داشته باشی نه سخت نیست. تو جزء معدود آدمایی هستی که من هر دفعه میبینمت با ذوق و شوق در مورد یک گیاهی حرف میزنی، در مورد بذری حرف میزنی و جالبه به خاطری که دوست داری رشته. آره اولا که خب شما هر چیزی که فکر کنی از کشاورزیه، اون چیزی که میخوری آره دیگه اون چیزی که میخوری غذایی که میخوری کشاورزی میاد. حالا میخواد هر چی باشه، همون حیوانایی که حالا مثلا ما تغذیه میکنیم گوشت و فلان اونا خب علوم میخورن، اونم جزء کشاورزی میشه، علوم دامی یا علوم مثلا طیور همون مرغداری اینا مثلا جزء کشاورزی، یا حتی لباسایی که مثلا شما میپوشی پنبه کتان اینا همش از چیزایی کشاورزی میاد، یا حتی روغن خوراکی، روغن صنعتی اینا همه با چیزی کشاورزی. ولی خب من هر وقت رو میبینم فکر میکنم که اگر من یه استادی بودم و میخواستم یه نفر یه فاندی بدم یه بورسی بدم حتما باید اون شخص مثلا علاقه داشت و توی یه آدمی هستی که من فکر میکنم مثالی از اون علاقه و اون شخصی هست که استادا دنبالشن، یعنی اینکه همیشه دنبال این هستی که علمتو بروز کنی و همیشه داری تو آزمایشگاه کار میکنی دیگه. به نظر زبان خوندن سخت‌تره یا کارکردن تو آزمایشگاه؟ زبان به خصوص زبان خوندن سخت‌تره. زبان به خصوص اولا که خب فرق نداره شما تو چه سنی هستی. من زبان که خب ترجمه میکردم از مثلا انگلیسی فارسی، بعد ولی زبان خوندن به قصد اینکه امتحان بدی به قصد اینکه صحبت کنی بنویسی فرق داره. به خصوص ریدینگ خیلی مشکله، رایتینگ مشکله. شما مثلا رایتینگ های آیلتس مختلفه، مثلا باید یا یه شکلی رو توصیف کنی، یه نقشه توصیف کنی، مثلا یه نقشه قبل و بعد این بوده باید اینا رو توصیف کنی. یا رایتینگ مثلا تسک دوش اما در تا یه موضوعی بنویسی، مثلا میتونی با اون موافقی مخالفی مثلا میتونی اینجوری بنویسی بدونی که چی رو باید استفاده کنی، اون چه کلماتی باید استفاده کنی، که اینا هم چیز خاصی نه. اشکال اونی که نمیدونیم بخونی. یکی از چیزای مهم تو رایتینگ اینا خوندنه. اگه مثلا بری شما مثالایی که اساس رایتینگه بخونی، مثلا یه سایتیه یه معلم انگلیسیه سایمون یوتیوب هم داره. من اون موقع اون وبلاگ داشت، اون موقع قدیم مثلا من وبلاگ میرفتم اون متنای آیلتس رو میذاشت، نمونه سوال آیلتس رو میذاشت، بعد خودش مینوشت، بعد اون مثلا من کپی میکردم توی وردی، بعد شما از اونی که بخونی اسمش سایمون هست سایمون، بعد اگه شما نمونه اون متن رو بخونی میتونی بفهمی که خب اون چجوری می‌نویسه. مثلا یه آرتور میلر شوهر مریلی مونرو نمایشنامه‌نویس آرتور میلر، ما ازش یکی می‌پرسید که چجوری شده شما نمایشنامه‌نویس خوبی بودی؟ زیادا دانشگاه که نرفتی؟ گفت من کلاس نمایشنامه‌نویسی می‌رفتم، نمایشنامه‌های قدیمی رو رونویسی می‌کردم، یعنی مثلا می‌ذاشتم جلوم هی می‌نوشتم تا دوباره 10 بار 20 بار می‌نوشتم. وقت میخواد آره بتونی بخونی اونو بخونی مثلا می‌بینی خب بله مثلا در اینجا ترکیب به چی می‌کاره بعد مثلا شما مثلا تو اینجا هستی حرف می‌زنی، اونم اینم که میگن محیط هستی خب تاثیر داره، ولی مثلا وقتی که
هیچی ندونی ولی یهو بیای اینجا، اون اصلا نه، اون برات مهم نیست. ولی اگه زبان بدونی ولی بیای اینجا، محیط تاثیر داره. ولی اگر مثلا شما مثلا میگی من آیلتس 7 شدم 8 شدم دیگه اصلا نیازی نیست زبان بخونم، نه. مثلا من اون زبان مثلا من زیاد بار نگرفتم، من چجوری گرفتم؟ همون موقعی که وارد فرودگاه میشی، مثلا فرودگاه آمریکا میشی، اون پلیسه که حالا پلیس آفریقایی، آمریکایی یا پلیسای نمیفهمی چی میگن، یا هفته‌های اول، ماه‌های اول، یا همین الان مثلا بعضی مثلا میگن خوب نفهمی چی میگن. ولی کم کم مثلا بعد 9 ماه، مثلا 10 ماه، مثلا وقتی که حالا تو جمعی نشستی صحبت میکنن یا مثلا جایی میگه اداره میرسی، مثلا که مثلا رفتی پلیس راهده ایران، یعنی اونجوری دارن همه دارن فارسی رو حرف میزنن مثلا، اینجوری میشه برات. ولی محیط از این نظر تاثیر داره. ولی مثلا اگر خب تو قبلا نشیده باشی اون مکالمه رو، اون پادکست رو، یا مثلا اون صدا رو، این اصلا خب برات چیزی نیست. من مثلا اینونه که بری مثلا یه جایی که همه دارن چینی حرف میزنن و هیچ ایده ای نداره، ولی شنیدن خیلی خوبه. من 3 سالی که من خب به کرونا خوردم، این کنسل میشد. من اون 3 ساله هر شب 4 ساعت من پادکست گوش میدادم. پادکست خوبه. ولی مثلا برای آیلتس شما باید پادکست‌های مختلف گوش بدید. هم باید لهجه استرالیایی گوش بدید. یه پادکست خوبیه آزی، حالا لینکش رو میدم. آزی هم به مثلا استرالیایی انگلیسی استرالیایی میشه آزی. اوزی نه. بعد اونو من میخوندم، گوش میدادم. یه آدم جالبی هم هست اون چیزش. آزی پادکست. این خیلی خوبه، این بی‌نظیره. بعد من این یوتیوب هم داره. خب لهجه استرالیایی یکم سخته. مثلا لهجه استرالیایی Would you like catch it and put it in a jar? No, silly. I mean, he didn't learn about the party. He didn't hear about it. He didn't get wind of it. Oh, right. شاید نسبت به جای دیگه. آره. بعد مثلا بعد لهجه بریتانیایی گوش بدی. واسه بریتانیا یه دونه معلم انگلیسیه، یه سایت داره به نام لوک انگلیش پادکست. این لوک تامسون اسمش، این لوک تامسون. Hello listeners, welcome back to Luke's English podcast. How are you today? I hope you're doing fine. So here's a brand new episode, and this one is a short story episode. This is one of those episodes where I بعد این بود. بعد یه چیز خیلی خوبی هست، این آیلتس انرژی پادکسته. آیلتس انرژی پادکست این 4 تا معلم زبانن، آمریکایی هستن. 4 تا دختر آمریکایی هستن. بذار من اینو یکمش از این بذارم که چی دیگه. آیلتس انگلیش پادکست. ببخشید یه سوالی هم من وسط بپرسم. چند سالته؟ من 40. پس دیر نیست برای دکترا اپلای کردن بعد از 35-6 سالگی؟ توی اینجا سن مهم نیست. دقت داشته باشید اینقدر میپرسید سنمون رفته بالا نمیشه اپلای کرد. این آیلتس انرژی پادکسته، البته این نیست، یه چیز دیگه است. حالا خلاصه اینم خیلی خوبه، شما میتونید از اینم استفاده کنی. اینا عالی ان، واقعا عالی ان. اینا ببخشید اینه. اینا مثلا یه نمونهش هم اینه، گوش بدید. این جسیکا بیک خیلی معروفه. این قبلا اگزامینر آیلتس بوده. This is an IELTS Energy Podcast, episode 1375. خیلی خوبه. IELTS synonym. هر بخشش تو سر راجع به یه بخشه. بعد آروم. We're talking about some amazing vocabulary today. Vocabulary that students can use on speaking and writing task 1 and writing task 2 all over the place. Absolutely, the vocabulary you will learn in this episode. اینا خوبه، این کمک کنه. هم اون لوک انگلیش پادکست بریتانیاییه، آزی استرالیایی، آزی انگلیش پادکست استرالیاییه، این آیلتس انرژی پادکست لهجه آمریکاییه. اینا کمک میکنه به شما. ولی مثلا شما فیلمای یه سری میگن مثلا
فیلم‌های انگلیسی نبینید برای حالا زبان. مثلا فیلم‌های مثلا هابیت، مثلا هابیت زبان انگلیسی، بازی تاج تخت اسمش انگلیسی، بعد گیم آف ترونز. خب مثلا اون زبان قدیمی مثلا یه حالت قدیمی داره، مثلا اونجوری که صحبت نمی‌کنن مثلا اون قطعه‌های پیتر دینکلیج اون مثلا خیلی این کمدیا سیتکاما اینا خوبه، مثلا فرندز خوبه. من فکر کنم سریال دیدنم بهتره چون کم کم به لهجه طرز صحبت کردن فرندز عادت می‌کنم. آره فرندز 10 فصل 236 اپیزوده. من 16 بار دیدم اینا، یعنی از اول رفتم تا آخر. من تا حالا فرندز رو ندیدم. نه فرندز خوبه. اصلا شاید اولش هم بگی که جالب نیست ولی همینجوری رفته همه مثلا کلا شخصیتاش خیلی جالبن، همشون خیلی لحظات مختلف داره، کمدی توش هست، حالا چیزای غمگین هم داره، فلان داره. ساینفیلد رو دیدی؟ نه. اونم قدیمی. به نظر من ساینفیلد از همه چی خیلی خوبه. خب نه من فرندز دوست دارم با فرندز و اون دوتا اون بریکینگ بد با دو تا چیز دارید. اون بتر کال سال اون اسپینافشه، ولی میگن که اول باید اون بتر کال سال رو ببینی و بعد بیای بریکینگ بد ببینی. و چیز جالبی که در تو اون بتر کال سال همون وکیله سال گودمنه، یه خانم اینجا هست نیو مکزیکوییه، یه روایت عمومی ما که اون موقع اصلا داشتن اونجا میساختن، این اونجا بوده، خونه‌ش اونجا بوده. بعد میگفت از بعد از اون همون بریکینگ بده که اون وکیل مثلا سال گودمن بوده، این سال گودمنه اومده تو اصطلاح آمریکایی‌ها. مثلا میخوام بگم به یکی خیلی قالتاقه، مثلا خیلی کلاهبرداره، شیاده، واقعا به این میگن سال گودمن طرف. این خانومه داشت کلی اطلاعات مکزیکویی میگه. اینو جالب. ولی بعد همون شنیدن خیلی پادکست مهمه. پادکست به نظرم خیلی لطف کردی سیاوش. باشی. ممنون از اطلاعاتی که دادی. برای خود منم این اطلاعات یه سریش جدید بود و من اصلا نمیدونستم که باید چیکار کنم. نکته جالبی که بود این بود که تو 1200 تا ایمیل زدی. آره. از 5 تا استاد پذیرش گرفتی و فقط یک جا رو اپلای کردی. این مهمه که بدونم با یه بار دو بار ایمیل زدن نباید ناامید بشن. خیلی‌ها میگن ما یک بار ایمیل زدیم، دو بار ایمیل زدیم و هیچ جوابی نگرفتیم. آره منطقی نیست. نه. شما همونطوری که استاد حق داره که حالا انتخاب کنه بین اونها، خب شما حق دارید مثلا میگه میخوام به این بدی، اونو ببری. ولی خب اونی که دوست دارید و با اونی که مثلا به شما میخوره با اون بیایی. یه کاری که الان میکنن یه سری این که مثلا با یه استادی پذیرش میگیرن، مثلا میان آمریکا، بعد نرسیده به آمریکا، یعنی میان مثلا یه ماه اینا میمونن، بعد میرن اون جای دیگه. این چیز صورت خوبی ایجاد نمیکنه. مثلا یه استادی که حالا یکی از دوستای من با یه استادی داشت صحبت می‌کرد، مثلا مسابقه کنه مثلا واسه پذیرش، بعد میگه که بعد وقتی فهمید که این از ایرانی، گفت از ایران هم یه خانومی اینجا بود، مثلا دانشگاه تگزاس، گفت یه خانومی اینجا بود ولی گفتش که she came for no reason، یعنی اومد رفت مثلا کالیفرنیا، اصلا بی دلیل اومد اینجا، یعنی 2 هفته اینجا بود، یعنی از این استاد بیچاره استفاده کرد به خاطر اینکه ویزا بگیره، همون آی-20 بگیره، بیاد آمریکا، بعد بره اون چیزی که حالا بیشتر دوست داره رو بخونه. خب چه کار بدی. بعد این استاد دیگه به ایرانی چیز نمیده، اصلا دیگه وقتی تو هم بگی که من از ایران هستم، دیگه اصلا به تو چیز جواب نمیده دیگه، به ایرانی دیگه جواب نمیده. یعنی یک اشتباه کوچیک. آره بعد بقیه ایرانی‌ها مثلا تو بعضی جا هستن، تو بعضی گروه‌های دانشگاهی که حالا اینجا هستن، توی همه جا تو آمریکا، اوهایو و فلان یا لس آنجلس، هر جا، اولین چیزی که بعضی کسایی که میان تو گروه‌های تلگرامی اون دانشگاه میپرسن اینه که سلام، من مثلا این دانشگاه پذیرش گرفتم، مثلا میشیگان استیت پذیرش گرفتم، چجوری میتونم ترانسفر کنم جای دیگه؟ خب تو کار درستی نیست. این تو اومدی اون حساب رو شما حساب کرده. آره دیگه، اون مثلا شاید خیلی از آدم‌ها رو رد کرده شما بیاید اینجا. بعد منتها مهمترش اینه که بعد ایرانی‌ها رو بعداً چیز نمی‌کنن. مثلا بعداً ایرانی‌ها رو مثلا تو بگی من از ایرانم، زیاد دیگه جواب نمیده، جواب نمیده فلان. خلاص اینجوری امیدوارم حواسمون باشه یه کاری نکنیم که برای بقیه هم گرون تموم شه. خب فعلا تا ویدیو بعدی خدافظ.